گفته شده حضرت مسیح برای تبلیغ دین خود آب را تبدیل به شراب کرد و به میهمانان خود داد. پس چرا شراب در اسلام حرامه؟ تا آخر ویدیو با من همراه باش. به نام خدا. دوستان همراه سلام. اینکه حضرت عیسی علیه السلام آب را تبدیل به شراب کرد و شراب را حلال نمود واقعیت ندارد. متاسفانه بیشتر آموزه‌ها تعلیمات دینی مسیح تحریف شده است. تبدیل شدن آب به شراب توسط حضرت عیسی یکی از نمونه‌های تحریف در آموزه‌های دینی مسیحیت که شراب در ادیان گذشته نیز حرام بوده است. امام صادق علیه السلام فرمود خداوند هیچ پیغمبری را نفرستاد جز اینکه حرمت شراب جز برنامه رسالت بود و شراب از اول حرام بود. البته این احتمال هم وجود دارد که مقصود از شراب نوشیدنی پاک و طاهر باشد، همانگونه که در آیات از شراب طهور در بهشت نام برده شده است. بر فرض اینکه بپذیریم شراب در دین مسیح حرام نبوده است، عدم حرمت با حرمت آن در اسلام منافات ندارد، زیرا ادیان الهی به رغم آنکه در اصول اشتراک دارند در جزئیات و فروع اختلاف دارند. این اختلافات در برخی از مسائل مانند حلیت و حرمت شراب ظهور میکنه، بدین معنا که پاره‌ای از موضوعات ممکن است در یک دین یک حکم داشته باشند و در دین دیگر حکمی دیگر داشته باشند. احکامی در ادیان و شرایع گذشته وجود داشته و توسط پیامبر بعدی نسخ شده یا حکم دیگری به جای آن قرار داده شده است. پس شکی نیست که این یک افسانه ساختگی و دروغی نیست که به این پیامبر بزرگ نسبت داده شده. امروز زشتی شراب و زیانهای بیشمار بر کسی پوشیده نیست و در همه ادیان آسمانی حرام و ممنوعه و حتی در همین کتاب مقدس یهود و نصارا با آن تصریح شده است. چنانچه در کتاب امثال سلیمان با لحن شدیدی شراب مذمت شده است. اگه از این ویدیو خوشت اومد کانال من رو سابسکرایب کن و برای دوستانت بفرست. لایک و کامنت فراموش نشه. ممنون از همراهی شما.